سلام علیکم. بعد از 1 ماه فکر کنم من دوباره اومدم جلو دوربین که دلیل این 1 ماهی که نبودم رو بهتون میگم. البته الان میخوام آماده بشم برم کتابخونه که درس بخونم. چهارشنبه امتحان نوبت اول فارسی داریم و من چون سال آخرم باید درس بخونم. آقا 1 روز قبل از اینکه شب یلدا باشه با خانواده رفته بودیم خونه عموم و خب اونجا خونه عموم پسرمون چون پشت کنکوریه و چی برای مثلا دکتری و پزشکی این چیزا داره درس میخونه، برنامه نویس داره. یک شخصی میاد برای درساش برنامه مینویسه. آقا از قضا ما که رفتیم اون آقای برنامه نویسم اونجا بود. بعد آقا ما رفتیم و چی بابام گفت که چه خوب نیاز این آقا برنامه نویسه بیاد با تو صحبت کنه که برای تو هم یه برنامه بنویسه یا راهنمایی بکنه تو را. منم حالا چون میدونستم قضیه از چه قراره، میخواد چه بلایی سر من بیاد، من گفتم نه بابا نمیخوام، من اوکیه، مشکل ندارم با درس و تایم درسی که میذارم، نمیخوام که برم برنامه بزنم، خجالت میکشم. بابام اصرار که نه برو مگه چیه و چی، حالا ازش مشاوره درسی بگیر و این چیزا. من دیگه حالا با 1000 تا بدبختی و این چیزا رفتم بام صحبت کرد و خب قبلش من اینستامو پاک کرده بودم، نمیدونم بهتون گفته بودم یا نه. من اینستامو پاک کرده بودم چون خیلی محتاط اینستا شده بودم، شبانه روز اینستا بودم و اینستامو پاک کردم که بیشتر درس بخونم. و خب آره دیگه اینستا رو پاک کردم که آقا درس بخونم. خانواده هم خوشحال که آره این معتاد اینستا بود بچه‌مون دیگه مثلا چیز شده، اینستاشو پاک کرد. این مردم اومد بام حرف زد، چون اومد با بابام حرف زد که آره دختر شما باید گوشیشو بذاره کنار. بعد من که تمام دنیام گوشیمه، یعنی گوشیم بود، دیوونه گوشیم بودم و همون شب گلن یه دفعه تصمیم گرفته شد که بله من باید گوشیمو بذارم کنار. من اینکه چقدر عاشق گوشیمم و خب استعدادم داخل گوشیمه، یعنی شغل آیندم ربط میشه به گوشی. عکاسی خواستم بخونه، یعنی میخوام بخونم عکاسی. آره دیگه. و آقا من نمیدونم چرا هر موقع حرف میزنم اینجوری، نمیدونم بعد آرایش من بعد چطور آرایش کنم یادم. بابام هم تصمیم گرفت که آره تو باید گوشی تو بذاری کنار. من خب گفتم نه، ولی خب بام حرف زدن دیگه قبول کردم. اینو من کج کشیدم؟ نه اوکیه. آره دیگه گوشیمو تصمیم گرفتم که بذارم کنار و درسمو بخونم. همیشه از این مرحله متنفر بودم. 2 ساعت طول میکشید. من تغییر کردم. آیا شما تغییر توی من میبینی؟ فقط زیر چشام یکم سفید شده. اصلا بلد نیستم، دیوانشم واقعا. با این میتونم کامل آرایشم رو تکمیل بکنم. و بله چقدر من دلم برای همچین رنگی تنگ شده بود و خدا. من گفتم من میخوام برم کنکور بدم حاجی، مگه من میخوام برم مثلا دکتر معلمی چیزی بشم؟ اصلا باید گوشی دستم باشه. به خاطر این شغلی که انتخاب کردم باید گوشی دستم باشه. چون من وقتی گوشی داشتم با یه گوشی معمولی، گوشیم شیائومی نوت 8 بود، حتی پرو هم نبود، از این ساده‌اش بود. ولی ببین یه عکسایی میگرفتم و حالا تعریف از خود نباشه، عروسک بود عکسام واقعا. هر بعضی مثلا عکسایی که میگرفتم فکر می‌کردم با دوربین گرفتم، اینقدر با کیفیت ادیت می‌زدم مثلا عروسک بیا و ببین. ولی خب دیگه گوشی گرفته شد ازم و اصلا همه برنامه‌ام ریخت به هم، خراب شد. ولی خب من چطور با این موضوع کنار اومدم؟ حقیقتش
پیشنهاد خیلی خوبی بهم داد بابا. آقا اگه تو بشینی بکوب درس تو بخونی، بدون گوشی امسالتو تمام بکنی، یعنی امسالتو تمام بکنی منظورم این نیست که فقط گوشی رو گرفتن که فقط بعد امتحانات نوبت اول بهم بدن، نه 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 نه، امسال کلا گوشی دستم نمیدن. آره تا 6-7 ماه من گوشی ندارم و مشکلات روحی روانی پیدا کردم حقیقتش. و اینکه آره اگه امسال تو تمام بکنی با نمره خیلی بالا آیفون 13 رو 2 دستی تقدیمت میکنم. و اینکه اگه بخوای برای دوربین عکاسی میگیرم که خودم دوربین عکاسی رو گفتم نه 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 بابایی، نه 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 من خودم میگیرم دوربین عکاسی رو. اصلا از بوی تینت خوشم نمیاد حقیقتش، من خودم میگیرم. حالی من اصلا اینو دوست ندارم، اصلا متنفرم ازش. آشغال باش آشغاله. اصلا این جنس رو نگیرین بچه. از این فکر کنم برق اسمشون هایلایتره، نمیدونم شاین چیه، میزنم این گوشه چشمم. منو تنها نذار رو قلبم پا نذار. معلومه؟ آره خیلی قشنگ، خیلی دوستش دارم. اینو به این صورت دی 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 دی. شارژ گوشی مامانم هم تمام شد. خیلی شیک و مجلسی. الان زیاد داخل تصویر کنم معلوم نیست ولی خوبه، قشنگه. باشه من چند بار دیگه میخوای بیفتی؟ قرار بودم پودر فیکس بزنم ولی خب دیر شده. با این دستوی قشنگ تعطیل شده میخوام برم. هنوزم لباسمو انتخاب نکردم هانی. اتاقم هم ریخت و پاشه. واقعا نمیدونم باید چی کار کنم. باید هرچی زودتر اوکی کنم این وضعیت رو، وگرنه مامانم میکشه. آره در رو قفل کنم به نظرتون برم به کارم برسم، بعد بیام در رو باز کنم شروع کنم به تمیز کردن، چون الان واقعا وقتش نیست. یافتمش، کلاهمو یافتم. خیلی تنگه، گشادش میکنیم. خیلی گشاده، تنگش میکنیم. کیفمو باید جمع کنم. دفتر شکرگزاریمه. کتابی که باید تمامش کنم کتاب عزیز خودمه. نهار خانومم زد اینجاشو خط خطی کرد و زدمش. کتاب بنده بله، چون که جلدش کنده شده من پیداش نکردم. الانم وضعیت اتاق افتضاح، کیفم افتضاح، سنگینه که باید ولاگ بعدیم رو برای پاکسازی اتاق بذارم. بچه ها میگم الان آفتاب نیست، من دارم داخل شب میرم، بعده که اینو زدم کلاه آفتابی رو. مسخره نمی کنم، مسخره بکنم برام مهم نیست حرف مردم. بریم دیگه. نه آفتاب هانی آفتاب کوچولو اونش. تا یادم رفته بگم که من داخل یوتیوب فعالیت میکنم، چون که یوتیوبم روی گوشی بابامه و گوشی مامانم رو دارم برای فیلم گرفتن. آره دیگه، اینم از من. بذار اینجوری آماده شدم که برم. من آرشم همینقدر سودی هاست. عاشق این عطرم. اتکلون که نیست، عطر. من دیگه باید برم بچه ها. ولاگ بعدی تمیزی اتاقمه که همراهم باشین دیگه. آره دیگه
بوس بهتون. خدافظ.